اما یک شنبه در راه است، جمعه است. پیلاتوس در کشمکش است، مجلس توطئه میچیند، مردم تهمت میزنند. آنان نمیدانند که یک شنبه در راه است. جمعه است. رسولان همچون گوسفندانی بیشبان میگریزند. مریم مینالد، پتروس انکار میکند، اما آنان نمیدانند که یک شنبه در راه است. جمعه است. رومیان عیسی مرا میزنند، او را در ردای ارغوانی میپوشانند، بر سر او تاجی از خار میگذارند، ولی آنان نمیدانند که یک شنبه در راه است. جمعه است. بنگرید چگونه عیسی به جلجتا می رود. خونش می چکد، جسمش ناتوان و روحش سنگین، اما این هنوز جمعه است و یک شنبه در راه است. جمعه است. دنیا پیروز و مردم در گناه به سر می برند و شریر هم پوزخند می زند. جمعه است. سربازان دستان و پاهای منجی مرا بر روی صلیب میخ زدند و او را کنار گناهکاران برافراشتند. جمعه است. ولی بگذارید یک چیزی را بگویم، یک شنبه در راه است. جمعه است. رسولان از خود میپرسند که بر پادشاهشان چه رخ داد و فریسیان تحقق نقشه خود را جشن میگیرند، ولی آنان نمیدانند که این فقط یک جمعه است و یک شنبه در راه است. جمعه است. او بر صلیب آویخته احساس می کند پدرش او را طرد کرده است، تنها واگذاشته و در حال مرگ. آیا کسی نمی تواند او را برهاند؟ آیا کسی نیست که او را نجات دهد؟ آه، جمعه است، اما یک شنبه می آید. جمعه است. زمین می لرزد، آسمان تیره می گردد. شاه من روحش را تسلیم می کند. جمعه است. امیدی نیست. مرگ پیروز شد، گناه چیره گشت و شیطان پوزخند می زند. جمعه است. عیسی دفن شد، سربازان نگهبانی می دهند و سنگی بر در قبر او غلطانیدند. اما این فقط یک جمعه است. یک شنبه در راه است.